السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه جادی برنامه دوست داشتهتان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که به شما برنامه نوبتی را ختمی سازیم. همدیاران عزیز و ارجمند، تاریخ 27 ایون در جمهوریمان روز خادمان مطبوعات و واسطه های اخبار عاموی وسیع جشن گرفته می شود. از این لحاظ ما ایجادکاران برنامه به تاریخ و امروزی مطبوعات تاجیک در جمهوریمان نظر ساختیم و خواستیم شما را از نزدیک آشنا سازیم. فخر سازم با تو من ای صیقل روی زمین، فخر سازم با توی و با باغ‌های دلنشین، فخر سازم با زرفشان، فخر سازم با سیاب، با منار و گنبد و با برج و با افراسیاب. السلام علیکم بینندگان ارجمند، مخلصان گرامی قدر. پیام و درودی به پایان به شما عزیزان دل و دیده از صیقل روی زمین از سمرقند باستانی. خیلی شادیم که توسط برنامه رنگین کمان با شما دیدار داریم. ما تصمیم گرفته ایم در فرصتی کوتاه به شما درباره تاریخ ژورنالیستیکی تاجیک سمرقند کم و بیش معلومات دهیم. با ما بمانید. صیقل روی زمین سمرقند کهن بنیاد در دوره‌های گوناگون تاریخ همچون مرکز علم و ادب معروف است. دایره‌های ادبی که اینجا وجود داشت برای به میدان آمدن نابغه‌های بزرگ علم و ادب خدمت نموده است. این گفته‌ها را نسبت ژورنالیستیکی تاجیک سمرقند نیز میتوان استفاده نمود. زیرا موافق معلومات‌های موزه تاریخ مطبوعات واقع در خانه مطبوعات ولایت هنوز سال 1913 در سمرقند زیر راهبری ادیب معارف پرور محمود خواجه بهبودی روزنامه سمرقند با زبان‌های تاجیکی، ازبکی و روسی چاپ شده است. هرچند این روزنامه به تضییق حکومت شوروی دچار گردیده بسته می شود، اما سال 1989 با تشبث ژورنالیستی ورزیده مرحوم نور محمد سیفیدینov باز عرضه هستی می کند. Ushbu gazeta o'sha davrlarda 4 tilda chop etilgan. Asosan o'zbek, rus, tojik va qirim tatar tillarida chop etilgan. Shu an'ana davom etib, mana hozirgacha chop etilib kelyapti. اینک باز برمیگردیم به تاریخ. سال 1919 در سمرقند مجله شعله انقلاب زیر محرری انسان معرفت پرور سید رضا علیزاده چاپ شده به بخارا، ایران و افغانستان پهن کرده شده است. صدرالدین عینی نیز با آن همکاری داشته است، اما از سبب نارساگی کاغذ و اسکنه‌های چاپی این مجله نیز سال 1921 برهم خورده است. وطن روزنامه یگانه جمهوریوی امروزه تاجیک آواز تاجیک نیز اصلا سمرقند است، زیرا آن بار اول 25 آگوست سال 1924 با نام آواز تاجیک کمبغل با راهبری ادیب بزرگ صدرالدین عینی چاپ شده است که امروزها با نام آواز تاجیک منبر مردم تاجیک زبان ازبکستان است. امروزها تحریریت روزنامه ولایتی آواز سمرقند را میتوان همچون مرکز ایجادکاران و نوقلمان نامبر نمود، زیرا جماعه روزنامه مدام جد و جهد دارند تا اینکه روزنامه منبر ایجادکاران، نوقلمان و کل تاجیک زبانان سمرقند باشد. باعث خرسندی است که امروز در همه ساحه از جمله در ساحه ژورنالیستیک، در ساحه مطبوعات نیز اصلاحات‌های تاریخی را گواه می‌شویم. البته این اصلاحات‌ها علاقه ثمره خود را داده ایستاده است. از جمله گفتن ممکن که در سال‌های آخر، مخصوصا در 2-3 سال آخر، نسبت ژورنالیستیک، نسبت آزادی سخن، نسبت فکر و اندیشه‌های بیان کردن مناسبت به درجه سیاسی برآمده عموما دیگر شد. امروز آزادی سخن علاقه در ازبکستان نوی صاحب استقلال برقرار است. زیاد از 30 سال روزنامه آواز سمرقند همچون نشریه برای تاجیک و تاجیک زبانان سمرقند و بیرون از اون در تمام ریسپوبلیکا فعالیت خود را پیش میبرد و خرسندی ها را شدم که روز تا روز، سال تا سال فعالیت روزنامه آواز سمرقند ثمره‌ناک می شود و وسیع‌تر می گردد. غیر از خواندن روزنامه، سایت ما رو، مثلا تارنامه ما رو در تمام دنیا قریب مطالعه می کنند، می خوانند. امروز حدود
اخبارات گرفتن و حدود موقع اخبارات دادن روز تا روز وسیع می شود. حاضر دو گروه به تقسیم شدگی ساحه ژورنالیستیکا. یک گروه میگویند که امروز اکنون دور مطبوعات تمام شد، یعنی که حتی گفتند که مطبوعات مرد. لیکن البته با دیگر گروه هستند که مطبوعات هیچ وقت نمیمیرد و باید تا ابد مثلا برای هم خواننده خودش خدمت میکنند. البته این دو خیلی فکر. خب ما همین چیزهای مثلا میخونیم، مناسبات خود رو میگیم و از فرصت استفاده باز یک چیز رو میگیم که مطبوعات هیچ وقت نمیمیرد، برعکس وای روز تا روز ترقی می‌یابد. البته شکلش دیگر کردنش ممکن. ژورنالیستان و روزنامه‌نگاران فخری جماعه به ایجادکاران جوان راهنمایی می‌کنند، یاری و مصلحت‌های خود را دریغ نمی‌دارند. این است که در اساس عنعنه استاد و شاگرد صاحب قلمان جوان آبروتاب یافته قلمشان نیز صیقل می‌یابد. مطبوعات یکی از مکتب‌های مهمی ساحه ژورنالیستیک میباشه. کادرهایی که همین مثلا مکتبی روزنامه آواز سمرقند با خواندن در دیگر ولایت ها یا که دیگر حدودهای ازبکستان علاقه فعالیت ژورنالیستی خود را پیش میبرند و امروز مثلا از همون مکتبی مهارتی ژورنالیستان جوانی آواز سمرقند امروز 3 نفرشون خود روزنامه آواز سمرقند کار کردند. قریب باز یک 3-4 نفرشون دیگر نشریه های مثلا ولایتی و بیرون از آن دیگر ولایت ها فعالیت پیش برسید. این جوانی که سرگرم کار است فریدون فرهادزاد می باشد. نگاه نکرده به جوانی اش وظیفه پرمسئول جانشینی سرمحرر روزنامه آواز سمرقند را به عهده دارد. از ابتدا آرزو داشتم که در ساحه مطبوعات فعالیت برم و پس از ختم مکتب میخواستم که به ساحه ژورنالیستیک حجت سپارم. متاسفانه که شعبه تاجیکی ژورنالیستیک وجود نداشت و به فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی سمرقند حجت سپاریدیم. در اینجا شعبه ماجستراتور را نیز ختم کردیم. پس از ختم شعبه ماجستراتور بواسطه فعالیت خود را در ساحه مطبوعات در شرکت تلویزیون و رادیو ولایتی سمرقند به حیث مخبر آغاز نمودیم. و اینک طول چند سال است که در روزنامه ولایتی آواز سمرقند کار میبریم. زاده کوهپایه نورتا هستم. از بس که در شهر سمرقند یک مکتب ژورنالیستی وجود دارد، در اینجا آمده امروز در همین جا برابری روزنامه‌نگاران با تجربه استادان عزیز در همین روزنامه فعالیت پیش برده ایستادیم. چون که در اینجا روزنامه‌نگاران با تجربه استادان که سالهای سال در ساحه مطبوعات کار کرده بودند برای ما جوانان همیشه راهنمایی میکنند. وقتی که با یگان مسئله به آنها مراجعت میکنیم حتما راه درست را نشان میدهند و البته برای این به این استادان عزیز اظهار سپاس میکنیم و میخواهیم که در آینده ساحه مطبوعات باز هم پیش رود و ما همچون یک عضو همین دریای پرآشوب برای پیشرفت همین ساحه کمتر هم باشد سعی خود را همراه کنیم. طوری که مصاحبمان ابراز داشت، در حقیقت فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی سمرقند همچون تکیهگاه برای آماده نمودن کادرها در ساحه وسایط اخباری عمومی سهمی خاص دارد. زیرا بسیاری از خادمان وسایط اخباری عمومی که در این جاده مهنت میکنند محض دستپروران همین مسکنی معرفتند. همکاری کافدری زبان و ادبیات تاجیک فاکولته فیلولوژیا بخصوص شعبه تاجیکی آن با کارمندان واسطه های اخبار عمومی اینچنین مطبوعات به واسطه در علاقه قوی است. به مثال گفتن ممکن است که با تشبث روزنامه آواز سمرقند مکتبی مهارت، یعنی برای تیار نمودن روزنامه‌نگاران، برای تیار نمودن مخبران، عموما برای تیار نمودن کارمندان واسطه های اخبار عمومی بخصوص مطبوعات، روزنامه و غیره ها اینچنین صدا و سیما اساساً حصه گذار هستند. به واسطه در همین مکتب مهارت قسم زیادی دانشجویان فاکولته فیلولوژیا بخصوص شعبه تاجیکی اشتراک نمودند. ما امروز می توانیم گوییم که ختم کنندگان هم پیشین و سالهای نزدیک فاکولته در ساحه های مطبوعات در عموما واسطه های اخبار عمومی خیلی جالب است و خدمت نشان داده ایستادند. روزنامه یگانه تاجیکی جمهوریت آواز تاجیک به حساب رود. سرمحرر همین روزنامه شیرپولاد وکیلش را یا اینکه شاعر پیمان را یا اینکه دیگر خادمان همین
روزنامه را ما میتوانیم که دستپرور اساسی آن همین کافدری زبان و ادبیات تاجیک اینچنین فاکولته فیلولوژی شعبه تاجیکی گفته توانیم. در آینده در فاکولته گروه‌های هم ازبکی و هم تاجیکی ژورنالیستیک را تشکیل نماییم. روزنامه صبحی گلاباد یعنی گلاباد تانگی نیز از زمره روزنامه‌هایی است که عنعنه ذواللسانین را در سمرقند ادامه می‌دهد. این روزنامه شورای نمایندگان ناحیه سمرقند ولایت سمرقند بوده صحیفه تاجیکی هم دارد. قدر سخن چاپی نشریه‌های رسمی بلند گلاباد تانگی در دوام 65 سال و ارزی وجود دارد. سال 1957 تأسیس یافته است و در این مدت من هفتمین سردبیر همین روزنامه هستم. سال 1989 صحیفه رسمی تاجیکی جاری کرده شد و ما امروز به دو زبان این گازیته را میبریم. یعنی این منبر دو خلق، منبر دو ملت، دو خلق به هم نزدیک و دوست و همتبار به شمار میرود. صحیفه تاجیکی روزنامه ناحیوی صبح گلاباد تانگی میوه استقلال است. 30 سال اینجانب است که آن پیوسته چاپ می شود. روزنامه از 4 صحیفه عبارت بوده، یک صحیفه تاجیکی دارد. برای خوانا و پرمضمون گردیدن صحیفه در دوام 30 سال مسئولان صحیفه تاجیکی ظاهر حسنزاده، نگار اسلامова، رحیم مولانی، اصلیدین قمرزاده، بختیار جمعه و دیگران برای زیبا و پرمضمون چاپ شدن روزنامه سهم مناسب گذاشتند. روزنامه همقدم زبان باشد، درد خلق را در خود عکس نماید. علامه صدرالدین عینی گفته است هر قومی که روزنامه ندارد گویا که زبان ندارد. صحیفه تاجیکی داشتن گازیته ناحیوی این افتخار ما است، یعنی منبر ما است که ما با واسطه آن میتوانیم درد و داغ معماهای خود را آشکارا بیان سازیم و برای حل آن کوشش نماییم. از ماه ینور سال جاری با همکاری مکتب برکمال اولاد ناحیه محفل ژورنالیست و ناطق را در نزد اداره روزنامه تشکیل نمودیم. آره، در اداره روزنامه برای جوانانی که به ساحه مطبوعات شوق و هوس دارند نیز محیطی سازگار فراهم آورده شده است. عضو محفل ژورنالیست و ناطق نورس مکتب برکمال اولاد در نزد روزنامه صبح گلاباد تشکیل شده است اعضا هستم. من در اینجا آمده از استادانم سبق میگیرم. حالا من با 2 روزنامه همکاری میکنم، با روزنامه های آواز سمرقند و گلاباد تانگی صبح گلاباد. شعر رو مقاله های من در 2 روزنامه روی چاپ را دیده ایستاده است. من در آینده به مثل استادانم روزنامه نگاری صاحب استعداد شدن را آرزو میکنم. غیر از نشریه‌های دوری در سمرقند در 2 تلرادیو کمپانیا شعبه‌های تاجیکی موجودند. بخش تاجیکی شرکت صدا و سیمای ولایت سمرقند امروز در 2 قسمت فعالیت پیش میبرد. یعنی اولش اگر تهیه برنامه‌های تلویزیونی باشد، ثانیاً گزارش‌های پررنگ توسط رادیوی ولایت است. برنامه تلویزیونی چشم دل نام داشته اساساً از فرهنگ و مدنیت و حیات دیروزه و امروزه مردم مهنت‌قرین سرزمین حکایت می‌کند. ما گروه ایجادی برنامه چشم دل کوشش می‌کنیم تا هر سفر برای بینندگان لوحه‌ها از حیات مردم امروزه سمرقندی باستان، عرف و عادت، قدریت‌های ملی و امثال آن لوحه‌ها آماده کرده پیشکش بینندگان گردانیم. تحریریت بخش تاجیکی رادیویی ولایت نیز هر روز از مرحله FM 152 برای شنوندگان گزارش‌های مخصوص، برنامه اخبار، صحبت و ریپورتاژها تهیه کرده تقدیم مخلصان می‌گرداند. یک چیز را باید علاوه خاطر نشان کنم که تا امروز در این درگاه استادانی کسبی خود، پیامنگارانی با تجربه، ژورنالیستان ماهر فعالیت کار داشتند. از جمله سلیم کنجه، عبدالرفیق سنگینов، حمزه جوره، اکتم ابراهیم و غیره فعالیت پرثمر نشان داده برای باز هم پرمضمون برآمدن گزارش و لوحه‌ها سهم ارزنده خود را گذاشتند. با شرافت استقلالیت ملی باشد سال 1991 در سمرقند اولین تلرادیو کمپانیای نودولتی ازبکستان با نام TKS سونیان STV به فعالیت شروع نمود که در آن برنامه‌ها با 3 زبان تاجیکی، ازبکی و روسی پخش می‌گردیدند.
سمرقند در عالم مشهور که در اینجا وکیلان ملت‌های خیلی هم گوناگون زندگانی میکنند، اهلانه عمر به سر میبرند، هر یک عرف و عادت عنعنه و مراسم خود را دارند. ممکن است که همین چیز سبب شد که در سمرقند قندمند شرکت تلویزیونی سمرقند اولین تلکمپانی غیر دولتی و مستقل با 3 زبان فعالیت خود را شروع کند. اولین برنامه‌های تاجیکی که در سال 1991 منظور تماشابینان سمرقند و مخلصان گردانیده میشد، این برنامه‌های اخبار، چمن‌آرا، ترانه‌های دل، همین گونه برنامه‌ها بودند و البته در برابر اون برنامه شام سمرقند بود. اولین برنامه را در میدان ریگستان گرفتیم، درباره شهر کهن، درباره یادگاری‌های تاریخی آن برنامه تیار کردیم و بعد از اون همین برنامه تا به حاضر دوام دارد. ای وطن گلشن توی گرمی تماشای تویم، اندلیب و خوشنوا گرمی گلهای تویم. یاد تو خورشید تماشا رود، از بری این گنبد بالا رود. قصه آوازه این شهر من، از پس خورشید به هر جا رود. در جمهوری ازبکستان نمایندگان ملت ها اهلانه دوستانه عمر به سر میبرند، زیرا شعار ما دوستی را جستجو داریم، ما از امانی گفتگو داریم ما است و عملا با همین گفته های شاعر در شرکت تلویزیونی سمرقند استو برنامه ها به 3 زبان تا به هنوز هم پخش شده می آیند. البته ما همیشه کوشش میکنیم که ترغیبگری دوستی باشیم. در برنامه هایمان همیشه اوید به دوستی، اوید به رفاقت، اوید به همجهتی، اوید به مهربانی، برادری خلق ها و عموما ملت های مسکون جمهوری ازبکستان و جمهوری های برادری همسایه حرف زنیم، برنامه ها آماده کنیم. این را در هر یک برنامه، در هر یک گزارش، در هر یک رپورتاژ مخلصان میتوانند ببینند. باعث فخر و افتخار است که امروزها ژورنالیستان فخری، ایجادکاران نامی سمرقندی نیز با مصلحت های خود با ژورنالیستان جوان صیقل روی زمین راهنمایی میکنند. ژورنالیست این یک ساحه نه، ژورنالیست تمام ساحه رو از بر کردنش در کار، خواه کشاورزی باشد، خواه صناعت باشد، خود معارف و مدنیت باشد، خواه صنعت، همیشه دانستنش در کار. اقلا کم کم جوان ها باید که بسیارتر بیشتر با همین ژورنالیست های پیشقدمی همین سال خورده بیشتر ملاقات کنند، از همونا عبرت گیرند، از همونا مصلحت ها گیرند، مقاله های نقضی ژورنالیست های نیستگی خواندن. در زمان نو آمد در همون تلویزیونی هم محلی هم مرکزی پیشروی بعض انگیزه ها پدیده های خوب هستند. ژورنالیست از همه ساحه ها با خبر بودنش دکور. اگر با خبر نباشده، اگر کتابی گرفته مطالعه کرده تیار شده بعد رفته با همون آدم صحبت کردنش دکور. این هم خیلی کار پرمشقت. آدمایی که میگن که این کار روزنامه‌نگاری کار آسان میگن، کار آسان نیست. کار پرمشقت، یک عمر آموختنش دکور، یک عمر اینفورماسیون جمع کردنش دکور. کتابخوان دیر نمیشد، آموختن دیر نمیشد، یک عمر میآموزد روزنامه‌نگار. بینندگان عزیز و ارجمند، مخلصان گرامی قدر، این بود برنامه‌ای که درباره وسایط اخبار عمومی تاجیکی سمرقند باستانی آماده نموده بودیم. امیدواریم از این برنامه درباره مکتب ژورنالیستی تاجیکی سمرقند به طوری کم باشد هم تأثیرات پیدا نمودید. خاطررسان میکنیم که برنامه مذکور بخشیده به سنه 27 ایون روز خادمانی مطبوعات و وسایط اخبار عمومی تهیه گردید. از فرصت استفاده نموده تمام خادمان مطبوعات و وسایط اخبار عمومی را با عید کسبیشان تبریک و مبارکباد میگوییم. در اجرای چنین کسبی پرمشقت ولی با شرف برایشان بردباری ها تمنا داریم. تا نبینم کشورم را گل بسر، تا نسازم خاک او را مشت زر، تا نبینم مردمش را تاج سر، من ز جان خویشتن راضی نیم. اینک برنامه این ساعتی ما در عرفی به پایان رسیدن است. در آخر برنامه باز یک بار هم کسبانمان
قلم به دستان جمهوریمان را به عید کسبیشان از صمیم دل تبریک و تهنیت میگوییم. بگذار روزگارتان آباد، قلمتان سبز و دانش و آبرویتان روز از روز افزون گردد. همدیاران عزیز و ارجمند، خانه آباد و سربلند باشید. خدا حافظ.